سبب اساسی با وجود اومده همین خرس‌ها در چیست؟ وقتی که برق شما میگیرید و میفروشید حق برق رو چه وقت در نتوانستی استفاده نمی‌کنید یا این تلف میشه محترم رئیس چی میشه؟ و منگوی شادو باید با تمام فعالیت متعلق نیروی سمت‌های یک بار شرکت برق توجی جدول پرداختی 200 میلیون سومانی در یک سال برای سالهای 2014 و 2015 با امضا رسانده شده بود. موافق جدول مذکور شرکت برق توجی در سال 2014 مبلغ را در حجم 212.5 میلیون سومانی پرداخت کرد. یعنی که 12.5 میلیون از سازشنامه بودگی زیاد. در 11 ماه سال 2015 باشد در حجم 184.9 میلیون سومانی ما با نیروی برق سمت‌های مبلغ را پرداخت کرده هستیم. اینچنین طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 28 نوامبر سال 2015 تحت رقم 730 قرارداد شرکت برق توجیک در نزد نیروی برقی آبی سمت‌های با مبلغ 26.3 میلیون سومانی از حساب کم ماندن قرض نیروی برق سمت‌های در نزد مقامات امور جمهوری پرداخت کرده شد. در نظر گذاشته شده است که با نظرداشت پرداخت مبلغ در ماه دکمبر سال جاری که در جدول 16 میلیون سومانی باید پرداخت کنیم، جمع در سال 2015 227.2 میلیون سومانی مبلغ را ما پرداخت رو تامین کرده می‌توانیم که نسبت سازشنامه 27.2 میلیون سومانی زیاد می‌باشد. همین شما میگیرید پروگرام برق درست همین هم میفروشید پولی همون شما با کی میدید؟ حقیقتا محترم رئیس اینجا در دشواری و مشکلی در اون است که ما باید از سمت‌های یک و مقدار 2.14 سنت خریداری می‌کنیم و در وقتی که با اهالی و دیگر استفاده برندگان وقتی در جمهوری بفروش می‌کنیم اینجا فرقیت نرخ هم با وجود می‌گیرد. ارزان می‌فروشه؟ ارزان می‌فروشه. او تعریف میانه‌ای که ما حساب می‌کنیم. چند می‌فروشه به اهالی؟ به اهالی در 12 از ما تعریف به اهالی 12.6 دیدم. عمومی نیمه خرید چند می‌فروشه؟ چند نیمه خرید از سنتیگر 2.14 سنت. 2.14 سنت. این 1 کیلووات است؟ 1 کیلووات. خوب و می‌فروشید تا؟ اما تعریف میانه‌ای که ما در سیستم انرژتیکی تشکیل می‌کنیم 12.31 دیرهم.